خطرناکترین مناطق افغانستان. 1. زندان پلچرخی در کابل. بزرگترین و ترسناکترین زندان افغانستان. شبها صدای فریاد و ناله از دیوارهایش شنیده می شود. میگویند ارواح زندانیان کشته شده هنوز در آن وجود دارد. 2. دشت ارواح در فراه. شبها سایه‌های عجیب و بی‌صدا روی زمین حرکت می کنند. کاروانهایی که از این دشت گذشته‌اند گاهی ناپدید شده‌اند. مردم میگویند این دشت آرامگاه ارواح جنگجویان قدیمی است. 3. کوه جنها در سمنگان. صدای فریاد و خنده از دل کوه شنیده می شود. شبها نورهای ناشناخته روی کوه پدیدار می شوند. مردم باور دارند جنها در این کوه زندگی می کنند و کسی جرات رفتن ندارد. 4. دره خونین در هلمند. در این دره جنگ‌های سخت خونینی رخ داده است. شبها صدای شمشیر و فریاد جنگجویان شنیده می شود. میگویند خاک این دره هنوز بوی خون می دهد.